امروز قراره با هم در مورد روغن ضد سلولیت ولدا صحبت کنیم. محصولی که ادعا میکنه میتونه پوست رو سفت و محکم کنه و سلولیت رو به صورت کامل از بین ببره. آیا این روغن واقعاً تاثیر داره؟ ترکیباتش چیه؟ چطور باید ازش استفاده کرد؟ تا آخر این ویدیو با من باش. سلام، نازک هستم، متخصص TCM. اینجا آکولنده. خیلی خوش اومدی. این روغن ضد سلولیت از برند معروف ولدا هست. این برند از سال 1921 در زمینه تولید محصولات طبیعی و ارگانیک فعالیت داره. خیلی ساله. این روغن 100% طبیعی و دارای گواهینامه ارگانیک است. این محصول مخصوص سفت کردن پوست، بهبود انعطاف پذیری پوست و از بین بردن سلولیت طراحی شده. اگه بخوام تجربه شخصی خودم رو در مورد محصولات این برند بگم، من از روغن مخصوص استرچ مارکش در دوران هر دو بارداریم استفاده کردم و شاید باورت نشه یه دونه هم استرچ مارک ندارم. اما ویژگی های اصلی این محصول چیه؟ جذب سریع روی پوست مرطوب، حاوی عصاره برگ توس، روغن جوجوبا و رزماری، فاقد هر گونه مواد شیمیایی، مناسب با انواع پوست. حالا بریم که بهت بگم مواد تشکیل دهندش به صورت دقیق چیه و هر کدوم از این مواد تشکیل دهنده چه تأثیری داره. 1. عصاره برگ توس سرشار از آنتی اکسیدانه و به دفع سموم از پوست کمک میکنه. 2. روغن هسته زردآلو پوست رو نرم و تغذیه میکنه. 3. روغن جوجوبا یکی از بهترین روغنهای طبیعی برای حفظ رطوبت و افزایش انعطاف پذیری پوسته. 4. روغن گندم دارای ویتامین ای که خاصیت ضد پیری داره. و 5. عصاره رزماری که جریان خون رو بهبود میده، بالاتر میبره و به از بین رفتن سموم کمک میکنه. حالا بریم که بهت بگم نحوه استفاده از این روغن چجوریه. اما قبلش اگه تا اینجای ویدیو با من بودی و این ویدیو رو دوست داشتی، لایک رو فراموش نکن و اگه تا امروز کانالمو سابسکرایب نکردی، دکمه سابسکرایب رو بزن و به جمع دوستای من اضافه شو. بریم. نحوه استفادهش راحته. فقط کافیه مقداری از روغن و کف دستت بریزی و روی اون قسمت بدنت که دچار سلولیته مثل راند، باسن، شکم، بازوها بمالی. یادت باشه که باید روی پوست روغن رو ماساژ بدی و برای جذب بهتره که به صورت دورانی ماساژ بدی. و چیز دیگه ای که روی جذب این روغن تاثیر داره اینه که بهتره پوستت مرطوب باشه. در نتیجه بهترین زمان برای استفاده از این روغن بعد از حمامه. اما از اون جایی که طول روز بهترین حالت اینه که 2 بار استفاده کنیم، به هر حال 2 بار در روز حمام امکان پذیر نیست یا حتی بعضی هر روز هم حمام نمیرن. پس بهتره کمی اون منطقه از پوستتو مرطوب کنی تا جذب بهتری رو ببینی ازش. برای نتیجه بهتر اینه که روزانه 2 بار و به مدت 4 هفته حداقل از این روغن استفاده کنی. حالا واقعاً این روغن روی سلولیت مؤثره؟ جالبه که بهت بگم تحقیقات پزشکی روی این روغن انجام شده. اما این تحقیقات به چه نتیجه‌ای رسیده؟ بیشتر افرادی که در این تحقیق شرکت کردن بعد از 4 تا 6 هفته متوجه نرمتر شدن پوستشون، سفت‌تر شدن بافت پوستشون و کاهش قابل توجه میزان سلولیت روی پوستشون شدن. در مجموع روغن ضد سلولیت ولدا یک گزینه بسیار مؤثر، خوشبو و طبیعی برای درمان سلولیت به حساب میاد که اگه علاقه به استفاده از محصولات ارگانیک داری، بهت پیشنهاد میکنم که حتما این محصول رو تهیه کنی. من لینک خرید این محصول رو در 2 سایز مختلف توی دیسکریپشن برات میذارم.
اگه علاقه من بودی و سلولیت داری پیشنهاد میکنم حتما تهیه کنی و ازش استفاده کنی. و یک پیشنهاد ویژه برای افرادی که مشکل سلولیت دارن و دوست دارن درمانش کنن. من قبلا 2 ویدیو از روش هایی که درمان تضمینی سلولیت هست اما آسانه، سریع جواب میگیری، میتونی در خانه انجام بدی و خرج بالایی نداره توی کانالم گذاشتم. یکی در مورد درمان سلولیت با میکرونیدلینگ و دیگری با کاپینگ تراپی که پیشنهاد میکنم این 2 ویدیو رو حتما نگاه کنی. لینکش رو توی دیسکریپشن هم برات میذارم. این 2 ویدیو رو از دست نده. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودی. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.